Merde. Right. We'll take 800 of these, 1,500 of those, and 3,000 of that. We'll want 60,000 rounds for the pistol and 250,000 for the assault rifle. They deliver or do you? Can you wait for that until you settle our account in Brussels? Come on, we're here. Le passeport par là, s'il vous plaît. رسانه اینترنتی اسکار استور با افتخار تقدیم می کند. بسه نمیخوای بری؟ الو؟ دایان پس پیغام من بهت رسید. من تو دفتر ناتو اسم شوهرت تو لیست افسرا دیدم. آره دیوید اینجاست. خوبه یه سری رفته بودیم راه. نه امروز؟ نه سب کن دفترچه یادشم ببینم. آره امروز آزادم. تو کجایی؟ یه دقیقه سب کن. آره امریکایی کوچک حدس میزدم. آره قسمتی از واشنگتن رو منتقل کردن اینجا. فکر میکنی که دوباره برگشتی به نیروی هوایی؟ باشه 12:30 اشکالی نداره. راستی از روم برام بگو. موسیو ببینم چند وقت اونجا بودین؟ ایتالیایی ها هنوزم به خوشگلی گذاشتن؟ آره تقصیر ارتشه. این شوخی های لعنتی. فکر نمیکنه دیر شده باشه؟
گوش کن، نهارمون زیاد مفصل نیست. آره رژیم دارم، من همیشه رژیم دارم. خیلی خوب، بعدم میبینم. عزیزم، داشتم با جولیا حرف میزدم. اون اینجا تو شهره، از روز چهارشنبه تا حالا اینجاست. بهتره به مرکز آماده باش بدم. عزیزم، طبیعیه که باید یه کمی به ارتش ایالات متحده بدبین باشه. اون بهترین دوستیه که تا حالا داشتم. آره. خبر داره که جورج شوهرش دوباره ازدواج کرده؟ خبر نداره، ولی مطمئنم خیالش راحت میشه. اون یکی از بهترین کارکنانیه که تا حالا داشتم. راجب چی داری حرف میزنی؟ اون خوک طرفدار زورگویی مرداست. خب اگه منم یه زن به جذابی جولیا داشتم اونو تو اتاق زندونی میکردم. ببخشید نفهمیدم. خدافیز ماما. خداحافظ عزیزم. دستکشات کجاست تینا؟ خدافیز پاپا. من اون را... سلام دایان. سلام کارول. خدافیز ماما. امشب ببینمت. ممکنه ببینیم، ممکنه نبینیم. خدا کنه که ندیدم. یالا بچه ها. سلام تینا. سلام. سلام. یک چوب شور لطفاً. حق با تو بود. اون خوک تمام برچمن گفت در مقابل 1.5% از فروش به ما 30 روز حق انتخاب اسلحه میده. امروز صبح قبل از اینکه بیدار بشم بهم تلفن کرد. فکر میکردم اینقدر مهربون باشه. امیدوارم شماره تلفنمو بهش نداده باشه. ندادم، ولی میخواد تو رو تو مسابقه فردا ملاقات کنه. معتقده که تا معامله انجام نشده نباید ما رو تو کارخونه با هم ببینن. بهتره وقتی من تمرین میکنم اینقدر چیز نخوری. این اواخر از شوهرت سرهنگ خبری نداشتی؟ نامزدیشو بهم خبر داد. میخواد دیوید تابستون بره پیشون. تو اجازه میدی این کارو بکنه؟ البته. دیوید هنوزم دلش برای آمریکا تنگ میشه. به هر حال اون پدر پسرمه. حتما خبر داری روزنامه‌ای که براش کار میکنی واشنگتن پست روزنامه محبوب پنتاگون نیست؟ خبر دارم، مطمئنم دایان. امیدوارم هر وقت سرهنگ ریچاردسون از پهلوی روزنامه فروش رد میشه دل درد بگیره. بس میخوریم به سلامتی دل درد شوهرت. عالیه. جولیا، تو خیلی لاغرتر از اونی هستی که بتونی تنها بخوابی. بیا. خیلی گشنمه. خبر داری که برای چی اومدم اینجا؟ راستشو بخوای خبر ندارم. جمع‌آوری اخبار مانور ناتو. هنری میتونه کمکم کنه با اشخاص تماس بگیرم. ستادا و سفارتا. هنری؟ آره. اما جولیا، هنری خب هنری مخالفه. میدونی هنری اونقدر موافق آزادی نیست. در حقیقت بعضی وقتا آرزو میکنه کاش یه حزب دست راستی تر از جمهوری خواهان بود. ما نمیخوایم مقالاتشون بنویسه، کافیه منو معرفی کنه. عزیزم خب دوستی برای همین موقع هستی که خیلی هم خوشحال میشه. کدوم چپ بستی؟ روکاتو 25 به یکیه. آها. داره میاد.
وقتی کار فروش تموم شد قرارداد باید مثل قراردادهای معمولی شرکت باشه. منم به عنوان مدیر اجرایی شرکت امضا میکنم. قبل از تحویل تفنگ‌ها شما 30 روز کامل فرصت داریم تا کار فروش رو انجام بدیم. اگه فروختیم منم 1.5% از کمیسیون شما رو به فرانک سوئیس میگیرم در خود سوئیس. قبل از اینکه تفنگ‌ها رو به کسی بفروشم خودم باید امتحانشون کنم. ولی من اطمینان میدم که سلاح‌ها واقعاً بی‌نظیر. اول امتحان بعد فروش. باشه. $25 دیدی؟ عجب شانسی. میشه برکمن؟ بیا تینا همه چیزو برداشتی؟ از این طرف تینا آنتوانت همه چیو گذاشتی؟ بله مادام. نونم گذاشتی؟ بله. خدا مادام همه چیز توی ماشینه. چیزای تو خونه من قشنگ به نظر میان. بذار بلند شم عزیزم. نیفتی. نمیافتم. نه ترس. بندازش به قلا. باشه. خوبه. واقعا که خیلی قشنگه. مسئله اینه که من فکر میکنم هنری شوکه بشه. اون تابلوی مورد علاقشه. ولی خب اولا اون فهمو نداره. دست کم نگیرش. مادر اینا رو باید بشوریم. آره ولی خیلی احتیاط کن. بازم ماشین پر شده از موهای سگ. دیوید مواظب باش. تمام کسانی رو که میخواستی میان. آره ظاهرا هنری از بقیه بهتره. دلم برای یه مرد تنگ شده خیلی تنهام. نگران نشو عزیزم تو این شهر همه چیز پیدا میشه. مرد زن خونسا بروکسل برای هر کسی یه چیزی داره. چیزی نبود مال صابخونه است. سلام. هر روز صبح شما رو این طرف ها میبینم. اشکالی نداره با شما بودم. گمون میکنم شما همسایه بغلی ما باشید. برای شما دویدن صبح خیلی خوبه. برای ریاهاتون مفیده. برای چی سیگار میکشید؟ برای اینکه هوا خیلی آلوده است. ممکنه دایان. متشکرم. هیچ دلم نمیخواد مزاحم تو بشم ولی خیلی نومیدم. عزیزم ارتش اگه هیچی نداشته باشه لااقل به اندازه کافی مرد داره. آره باشه امشب میبینمت. بای. حالا که سیاستمدارا دارن مثل همیشه به هم میپرن، نکته مهم در مورد این مانور اینه که به مردم ثابت بشه استکاکی بین نیروها وجود نداره. بنابراین ما با سازمان دادن به این تمرین میخوایم کنترل عملیات رو برای NCO بالا ببریم و همینطور در مورد افسران جوان. میگم چطوره تعطیلات آخر هفته که آزادیم گلف بازی کنیم. خوبه. حالا منطقه نبرد. کجا بود؟ اینجا منطقه نبرده و اینم اون قلعه است. ما تصمیم گرفتیم انگلیسی ها رو بزنیم طرف جنوب، البته با دانمارکیا و ایتالیایی ها. و منم میگم حرفمو قطع نکن. بله ولی قربان من وحشت کن هول نشو. ما 4 دقیقه وقت داریم. من آقای رئیس جمهور، من ژنرال استدمن هستم. تو روی خط چی کار میکنی؟ مگه چطور شده؟ نکنه من شماره رو اشتباهی گرفتم؟ دایان این خط یه خط اضطراریه. خیلی خوب، اینم یه وضع اضطراریه. برای پارتی امشب جولیا به یه مرد مجرد دیگه هم احتیاج داره. دایان تو نباید با این شماره به من تلفن بکنی.
اگه شماره تو نیست چرا گوشی رو برداشتی؟ دایان تو باید این شماره رو فراموش کنی. فراموش کنم؟ من حتی نمیدونم شمارهش چی هست. لعنت بر شیطون، میشه بگی از من چی میخوای؟ بهت که گفتم چی میخوام عزیزم. برای مهمونی امشب جولیا حتما یه افسر مجرد میخواد. حالا چرا انقدر داد میکشی؟ کاپیتان ادواردز که مریض شده. دایان عزیزم، میتونی باور کنی که چیزای مهمترم وجود دارن؟ سب کن ساتوان دیویس، تو ازدواج کردی؟ خیر قربان، من به جولیا بگو افسرش حاضره و این شماره رم فراموش کن. مریم مقدس منو دریاب. ساتوان دیویس، شما امشب میری به یه پارتی. اما قربان این یه دستوره. بله قربان. خیلی خوب، ببینم کجا بودیم. آره، به طرف جنوب. ایتالیایی ها. قربان بله 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 آقای رئیس جمهور، من ژنرال سیدمن هستم. لعنت به تو دایان. فقط تلفن کردم که بپرسم و مطمئن بشم کدوم شماره رو باید فراموش کنم. حالا اگه رئیس جمهور تلفن کنه ما همه باید بمیریم. صوفی؟ ها؟ صابون. صوفی ببینم کجا داری میری؟ صوفی تو رفتی؟ رسانه اینترنتی اسکار استور. تو چی؟ دارم دنبالش میگردم. پیداش کردم. دقیقاً چیزی که تو میخواستی نیست، ولی خب اینها صابون. نیست بدون که همه رو به هم ریخته بودی. خب من نمیدونم برای چی اینطور شد. فردا از تلفنچیات بپرس، اونا شماره تو رو به من دادن. به هر حال تو خوشگل ترین مرد پارتی خواهی. آره، خوشتیب ترین ژنرال. خب من میدونم که اون بازور از من حرف میکشه و همینطور از بقیه ما. بعدم میخواد این اطلاعات تو یه مقاله علیه ما بکار ببره. عزیزم خودت میدونی که واشنگتن پست حدود 25 ساله که به پنتاگون حمله میکنه. یه ذره هم وضع شما رو عوض نکرده. خب دیگه یه کمی خوش رفتاری کن. میدونی شوهر جولیا مقرری زیادی به اون نمیده و در ضمن این کار براش سرگرمیه. بله. سلام. سلام. تویی؟ ظاهراً باید خودم باشم. تو با جولیایی؟ تصور نمی کنم. تو که جولیا نیستی، هستی؟ نه متاسفانه اون صوفیه. لااقل خودش همیشه گفته اسمش صوفیه. جولیا تازه به این ساختمون اومده. میدونین یه پسر کوچولو هم داره. پس ما اشتباه اومدیم هنری. بیا. اشتباه در زدیم. هر موقع صوفی رو خواستین بدونین که اینجاست. بیا عزیزم. اون مرد کی بود؟ ایشی فقط یه مرد بود. از اعضای سیاه بود. خدای من، هر وقت یه مرد غریبه ببینم حتما باید عضو سیاه باشه. قسمت اطلاعات ارتش از سیاه مهمتره. پس اون مأمور اطلاعات ارتشه؟ آره؟ مأمور اطلاعات ارتش هم نیست. بهتره بذاری جولیا خودش این همسایه رو دور کنه. مسلما جولیا حتی نمیدونه اون کی است.
لااقل مهمونای افتخاری اومدن. خیلی خوشگل شدیم. به هم نگفته بودی که تو این طبقه یه آپارتمان دیگه هم هست؟ فکر نمی‌کردم شما علاقه من باشین. خیلی جذابه. باهاش آشنا شدی؟ مرده. تا حالا فکر می‌کردم یه دختره. امروز میرفت بیرون دیدمش. حتما اون زنشه. اونی که ما دیدیم نمیتونه زنش باشه. بونسوار مسیو. اومدی هنری؟ آره. اون یارو صدفان دیویس که هنری گفته بود میاد پیداش نشده؟ پیداش نشده؟ ببینم اصلا محل خدمتش کجاست؟ اون مثل یه خرس قطبی که تازه از خواب بیدار شده باشه همینطور من دنبال میکنه. بین خودمون باشه. هنری میگفت اون 2 ماه اومده اینجا و در این مدت ترتیب نصف سکرترهای بازار مشترک رو داده. بهش بگو دوره بر من نگرده. ولی اینقدر زنده نمیمونه که ترتیب بقیه‌شونو بده. دیان ببینم تو دیروز تو مسابقه گلف نبودی. بگی که کجا رفته بودی؟ من دیروز رفته بودم حراجی. معذرت میخوام. ببین میخوام با دسته خودم یه اسکاچ برات بریزم. نکنه بخوای من زودتر از موعد مقرر بمیرم. گوش کن من دوستت دارم. تو همه ماها رو دوست داری ولی اگه دهنمون رو باز کنیم با مقالت کاری میکنی که ماها تبدیل بشیم به یه چنگیزخان تشنه خون. خب شما چنگیزخان تشنه خون هستین هنری. تو همیشه تظاهر با آزادی قلم میکردی. منم میخوام اینو فراموش نکنم. 6 و 4 بهتر از این نمیشه. نوبت توه. چطور تونستی این کارو بکنی؟ هیچی، فقط باید خوب بازی کرد. راجع به بازی حرف نمیزنم. چطور شد فکر کردی من جولیا هستم؟ معذرت. فکر نکردم تو جولیایی. یعنی اون فکر کرد تو جولیایی. به من اعتماد نداری؟ زود باش، نوبت توه. برات خرید کردم، آشپزی کردم، حتی جورابای کثیفتو شستم، اما تو حتی اسم منم نمیدونی. چطور اسمتو نمیدونم؟ اسمت جولیا؟ نه صوفیه. من میخوام برم خونه. خونه؟ ولی تو 256 فرانک بهم بدهکاری. خوشم نمیاد ازم سوء استفاده بشه. تو باشه تخته بازی نمی کنیم. چطور رامی بزنیم؟ میخوای بلک جک بازی کنیم؟ تو هم ورق بده. ممکنه منو برسونی خونه؟ بسیار خوب. خونت از اینجا خیلی دوره؟ میای یا نه؟ خیلی خوب الان میرسونمت. نباید سر هیچ و پوش اعصاب آدم ناراحت بشه. برو خدا فراموشش کن. حالا از این گرفتار دارن. یه کمی شکاکامون شما لطف کرده. شما ترکیبی هستید از هوش و زیبایی و طراوت. لطف دارین. یه احساس ایتالیایی لازمه تا باشه اینطوری تعریف کرد ژنرال فرانسی. از سیگار برگ ناراحت میشی؟ نه با باز کردن پنجره همه چیز جبران میشه. حق با تو. جورج هم سیگار نمیکشید درسته؟ نه اون فقط همین یه حسن داشت. میدونی دفعه بعد که ترفیع میدن ممکنه اون سرتیب بشه. یه چیز ارتش هست که بهش حسودیم نمیشه. اونم جورج. اونا به درد هم. گریه کردم برای چشم خیلی بده. لابد میخوای فردا من برم برات خرید کنم. این برای آشتی شروع خوبیه. ولی بعد از اینکه پول تاکسی رو بدم فکر نمی کنم پولی برای خرید کردن مونده باشه. دلم میخواست تو خونمون 1000 فرسخ راه بود و وقت مجبور بودی تمام کرایه‌شو بدی. بس کن دیگه صاحب. ازت متنفرم. من جولیا با تمام سعی تو من بالاخره موفق شدم چند دقیقه با اون ژنرال پروزی تنها باشم. اون خیلی سخت نم پس میده. اصلا دلم نمیخواد یه زن تنها تو بروکسل باشم. اون هدیه هنری قبل از امشب ندیده بودمش ولی فکر میکنم بتونم چیزایی رو که هنری بهم نمیگه از اون در بیارم. حتما. تو همیشه نصف شب شام میخوری؟ هر وقت خونه کسی رفته باشم. چقدر تو بروکسل میمونی؟ مادرم مطمئن نیست. ممکنه اینجا بمونه تا کارش تموم بشه یا ممکنه بعد از منو برگرده پاریس. بستگی داره چقدر از بروکسل خوشش بیاد. یعنی به اخبار بستگی نداره؟ نه، مادر هر جا که بخواد اخبار رو به دست میاره. تا حالا من زیاد از روزنامه نگارا خوشم نمیاد. گمون میکنم شما نظر منو کاملا عوض کنید. اگه قول بدین که شما در مورد ژنرالا همین کارو برای من بکنی. بونانوته. چهارشنبه ساعت 11 ارادت. چهارشنبه ژنرال عزیز.
دیدی من یه مصاحبه جور کردم، تو هم دین خودتو به جهان آزاد ادا کردی. بعضی وقتا پیش میاد که دلم میخواد در طرف مخالف بودم. اینو یادم میمونه. میدونی من اصلا خسته نیستم. مطمئنی که نمیخوای یه جایی وایسی با یکی دو گیلاس نوشیدنی بخوری؟ نه متشکرم، من باید برم بگیرم بخوابم. به این امید که صبح زود بیدار شو بری اداره. میدونم اما متشکرم. میدونی من فکر میکنم یه کمی زیادی شراب خوردم. چه دلی از وقتی آشنا شدیم چند ساعتی میگذره. امیدوارم معنیش این باشه که من میتونم دوباره شما رو ببینم. البته خیلی زود. پسر کوچولی من خیلی دلش میخواد با یه نفر قایم موشک بازی کنه. شب بخیر جولیا، مهمونی خیلی خوبی بود. درست مثل امریکا. جولیا پارتی واقعا عالی بود. من و تینا فردا صبح با دیوید میایم اینجا که وسایلمون رو ببریم. بنابراین هندو حتما پارتی خیلی خوبی بوده. شما بیرون موندین؟ واقعا که باهوشین. خوب شد فکر نکردین که دارم رو به واتیکان دعا میخونم. امکان نداره. چطور؟ آخه واتیکان اون طرفه. مثل اینکه قضیه بیخ پیدا کرده. میخواین کمکتون کنم؟ چرا حمله نمی‌کنی به طرف دیوار؟ اگه بتونی بری اون طرف کلید رو میز توالته یا همونجا وایس و از دور تماشا کن. میخواین با این کلیدا امتحانش کنم یا اینکه هنوز به سنجاق سر امیدوارین؟ من به اون طرف نگاه میکنم، شما کارتون رو بکنید. حتما در رو باز گذاشتین، برین یه نفر رو راه بندازین، بعد زده در رو بسته. برای شما اتفاق افتاده؟ 2 دفعه. خب چیکار کردین؟ والا راستش همسایه قبلی خیلی از شما منطقی تر بود. اجازه داد من تو آپارتمانش بخوابم. البته رو کاناپه. این کارش درست نبود. اگه حواسم یه کمی جمع بود میتونستم یه سنجاق سر ازش قرض بگیرم. ممکنه که از اونا بهش بخوره. نمیخوره. متاسفانه شانس نداری. لعنتی. ولی ناامید نشین. الان میگم چی کار کنین. چطوره بیاین به آپارتمان من؟ میتونین یه کمی فکر کنین یا شاید بتونین به یه نفر تلفن کنین. بیا بیرون بینم. متاسفانه زیاد تمیز نیست. میبخشید. تلفن کجاست؟ بله تلفن اینجاست، در اختیار شماست. متشکرم. تا تلفن کنین من یه مشروب درست میکنم. نه لطفا زحمت نکشین. مطمئنم یه برندی میل داریم. مثل اینکه این تلفن خرابه. خراب؟ نه. تلفن‌های مزخرف بروکسل. تلفن دیگه ندارین؟ چطور از تلفن اتاق خواب استفاده کنید؟ گاهی اوقات فقط یکیش خراب میشه. الو؟ صدای من میشنوی؟ نه. منم صدای شما رو نمیشنوم. پس حتما خرابه. ببینم
با یکم سودا چطوری؟ او نه متشکرم. نگران نباشین. اگه بخواین میتونین رو کاناپه بخوابین. من این دینو به یه همسایه دارم. شما واقعا لطف دارین ولی من نباید بیش از این مزاحمتون بشم. نه هیچ مزاحمتی نیست. خنده‌دار نیست. من حتی اسم شما رو نمیدونم. ریچاردسون. خانم جولیا ریچاردسون. ازدواج کردین؟ طلاق گرفتم. خب خانم ریچاردسون، منم مایکل اسکاتم و ما یعنی ریچاردسون ها و اسکات ها با هم همسایه هستیم و وقتی یک همسایه تو دردسر میفته باید غم همیشه. پنجره من پنجره رو باز کردم. متوجه نشدم. من پنجره جلویی رو باز کردم دود سیگار بره بیرون. شما پنجره آپارتمانتون رو باز گذاشتید؟ آره الان بازه. مطمئنم شما میتونین برین تو. ولی خانم ریچاردسون عزیز ما یک طبقه بالاتر از شماییم. پنجره اون طرفه. مطمئنم باید یه راهی به این طرف داشته باشه. بله چطور یه نگاهی بکنیم ببینیم میتونیم چیزی پیدا کنیم یا نه. آقای اسکات من در مقابل شما کاملا احساس امنیت میکنم چون احساس میکنم شما باعث میشین تمام طبیعت خشن من از وجودم خارج بشه. خانم ریچاردسون ما کاملا همدیگه رو درک میکنیم. اجازه بدید. یه لبه داره. بله ولی خیلی پایینه و حتما با این بارونا لیز شده. ولی 15 سانت عرضشه. پاهای من که بزرگه. مطمئنم که اون بازه. پرده ها دارن تکون میخورن. خیلی نزدیکن و در ضمن خیلی دورن. خب شاید بتونیم بفهمیم. ولی شما به راحتی میتونین از اون لبه رد بشین. خانم ریچاردسون من یک همسایه خوبم نه یک بند باز سیر. ولی من مطمئنم میتونین این کارو بکنین. فقط نباید به پایین نگاه بکنین. من از بلندی میترسم. از حالا جلوی چشمم دست و پای شکسته و تازه درم باز نشده. در صورتی که بدترین اتفاقی که ممکنه اینجا بیفته اینه که روی کاناپه گردنتون خشک بشه. شما هیچ وقت ازدواج نکردین چون همیشه به فکر خودتون بودین. از 18 تا 22 سالگی هم ازدواج کرده بودم و هم خودخواه نبودم. دو تا از بزرگترین اشتباهاتی که در زندگی مرتکب شدم. خیلی خوب همسایه خوب. من میرم. بفرمایید. صبر کنید خانم ریچاردسون من فکر نمی‌کنم. برای من نگران نباشید. من دست خودم شما زن خیلی شجاعی هستین خانم ریچاردسون ولی من فکر می‌کنم باید کفشای پاشنه بلندتون رو درارید. محض رضای خدا بذارین کمکتون کنم. به به چه قوزک سکسی داریم. ممکنه پایبانو ول کنین؟ البته. مواظب باش خانم ریچاردسون نمیخوایم شما را از دست بدیم. اگه جون سالم در ببرم برمیگردم و تو رو میکشم. خانم ریچاردسون به نظر من بهترین کار اینه که برگردیم. شما هنوز برندیتون رو تموم نکردید. به خاطر خدا خفه شو. خب پس شما بگین. الو بله متاسفانه اشتباه کردید. بله خانم اصلا شما که من صوفی. اوه صوفی من تلفن کردم که بله میدونستم تو هستی. چی میخوایی؟ چیزی رو فراموش کردی؟ چی؟ مایکل خودم من. صوفی معذرت میخوام. مایکل چیه؟ گوش کن. قول میدم دیگه تکرار نشه. تو خیلی بد. باشه فردا میبینم. چی؟ بذاریم تو. البته که میذارم. امان چی کار داشتی میکردی؟ داشتم تلفن رو دوباره امتحان میکردم. ظاهرا مصمم بودیم که بریم. خب بالاخره موفق شدیم رفتیم تو؟ البته از این طرف باید داشتم که بهت بگم موفق شد. به هر حال شما سعی خودتون رو کردید و حالا وقتشه که جدی راجع به اون کاناپه صحبت کنیم. ببین همسایه تو میخوای من روی کاناپه تو بخوام درسته؟ والا
من فقط پیشنهاد کردم. قول میدم به تو اونقدر سرد و خیسی و خسته نباشم که نتونم با آرنج زانو یا کارات از خودم دفاع کنم، ولی اونقدر سرد و خیس هستم که نمیخوام با این لباسا اینجا تو اتاق وایسم و با تو جر و بحث بکنم. من میرم لباسامو در میارم، یه دوش میگیرم و بعد بدون شک میتونم یکی از لباسای خشک تو رو بپوشم و بعدش حرف میزنیم. ولی تا اون موقع همسایه خوب باید تو رو از آپارتمانت بفرستم بیرون. هی خانم ریچاردسون، من برندیمو نیمه کاره گذاشتم. از پنجره اتاق خواب بیا بالا، من باز میذارمش. داری وقت تلف میکنی حضرت آقا، خونه نیست. تو از کجا میدونی؟ من اینجا زندگی میکنم. من مواظب رفت آمد اون هستم. اون امشب اینجا مهمونی داشت. بله میدونم، ولی وقتی مهمونی تموم شد رفت. اگه بخوای پیغامتو بهش میدم، حتما قبل از صبح میبینمش. که اینطور. خب چطور این کارو میکنی؟ خیلی خوب همسایه خوب، قبل از اینکه سلام، چطور شده برگشتین اینجا؟ من خب گفتم شاید بهتر باشه قبل از اینکه برنامه دیگه ای برات خب میدونین که برای بقیه شب. بله؟ ولی منظورم این نبود، فقط من نمیدونستم شماها چی؟ خب اصلا به من چه مربوطه؟ هر کسی برای خودش زندگی میکنه، شما دوتا هم همینطور. فقط متاسفم که چرا دیر اومدم، همین مردای لعنتی، شما نمیتونین از یه زن تنها بگذارین مگه نه؟ من میگذارم. جنرال خبر داره تو اومدی اینجا؟ آره خانم، فکر میکنم خودش برنامه داشته. برو بیرون. فکر کردم پای مرد دیگه برو بیرون. بهتره برگردم مشتبه تا بیرون. جوانا که بی‌تربیت. لعنتی. مطمئنین که این لباسا مناسب هستن؟ دیگه از این بازی دارم خسته میشم. باید بری بیرون، از پنجره بری تو، کلید منو بیاری و منو بفرستی تو آپارتمان خودم. به خدا قسم من از مردم متنفرم. حالا میفهمم چرا اینقدر بیمیل بودم برم روی اون لبه و جون خودم رو برای شما به خطر بندازم. تو میخوای من روی کلامه تو بخوام؟ درسته؟ نمیدونم انتظار داری از حالا تا صبح چی گیرت بیاد، ولی باید بری کلید منو بیاری تا من بتونم اونو بذارم روی قلبم و بعد روی کلپه لعنتی تو بخوابم. اینقدر هرس نخورین، شما اصلا قضیه رو فراموش کردین خانم ریچاردسون. ولی خب من خیال دارم ثابت کنم شوالیه‌گری از بین نرفته و تا وقتی یک مرد انگلیسی باقی باشه چیزهایی بدتر از خوابیدن روی کاناپه یک مرد برای زنها اتفاق میفته. یالا برو. کارم شد. خیلی مواظب باش. خدای من میدونستم در یه جایی از بدن شما یه مقدار بشر دوستی هست، ولی حتی یه زنی که دوست داره تنها بخوابه هم میتونه انسان باشه. حالا که وقت دل سرد کردن من نیست، اونم تو این موقع حساس. مواظب باش. هستم فقط حولم حالت خوبه؟ حالم خوبه، من دیوانم، ولی خب زندم و دارم بر میگردم. نه نباید برگردی، از بالکن که رد بشی آسون میشه. من دارم بر میگردم. ولی قسمت سختش رد شدی، اگه ادامه داده بودی الان رسیده بودی. خانم ریچاردسون، این بیرون خیلی سرده، اگه بیافتم مرگم حتمیه و تا حد خیلی زیادی مردونگیمو ثابت کردم و حالا برمیگردم که تقریبا رسیده بودی، نمیشه عقب گرد کنی. پنجره رو باز کن. که الان بذارم عقب گرد کنی ازم متنفر میشی. اگه این پنجره لعنتی رو فوری باز نکنی مسلما ازت متنفر میشم. زنگ، انگار تلفن رو وصلش کردم.
حالا صافی؟ نه من صوفی نیستم. میخواستم با مایکل صحبت کنم. مایکل الان بیرونه. لطفا بهش بگین من قبلا تلفن کردم ولی اشغال. بهش بگین که فردا صبح با برکمن ملاقات میکنیم طبق برنامه. با کمال میل. یادتون باشه در اولین فرصت. راستی نگفتین کی هستین؟ اسم شما چیه؟ چطوره بهم بگین چیک چیک. هی! کجا داری میری؟ شب بخیر. اگه افتادی میگم آمبولانس بفرستن. من میتونم توضیح بدم. خب دیگه تو بارون وای نرسه. برو کلید رو بیار. وقتی برگشتی برای موضوع رو بگی. مواظب باش آقای اسکات. نمیخوایم تو رو از دست بدیم. دارم به این نتیجه میرسم که تو فوق‌العاده ای. فوق‌العاده خب یک کاری بکن. دلش نکن. خفیداش. خدای من. خدای من خیلی متاسفم. ببینم حالت خوبه؟ چی شده؟ تو رانندگی میکردی یا من؟ اوه خدای من. بذار نگاه کنم. به من نگاه کن. شدم خانم ریچاردسون، به خاطر شما من ناراحتی های زیادی رو متحمل شدم، ولی اگه این چیه؟ تو خیلی شجاعی. بذار کمکت کنم. این چیه؟ کن. سر به سرم نظر، فقط این جعبه لعنتی رو در بیار. طبقه زیادی که نیست هست؟ نه. ناراحت نمیشی اگه بگم دست از سر من مادر مرده وردارم برو پیکارت. اون همسایه‌شو که نمیشنم. اونا چیه تنش کرده؟ پس صدفان دیویس چی شده؟ فکر میکردم اون برگشته اینجا. حتما اونو تو گلخونه دفنش کردن. جولیا، ما جلوی آمباسادور نگه داشتیم یه مشروب بخوریم. خیلی از پارتی لذت برده بودیم. فکر کردیم برگردیم اینجا بهت بگیم. متشکرم. ما اومدیم که بگیم راجع به پسرت نگران نباش. هر وقت که تو بگی میاریمش. خدا کنه دیسک نگرفتمش. علاش نفسش.
پیشنهاد در مورد کاناپه رو پس میگیرم. میتونی یه دوش بگیری یا بری بخوابی. البته میتونی از اتاق خواب استفاده کنی. من اینجا زیر همین پتو میخوابم. خانم ریچاردسون مطمئن باش من نه حالشو دارم نه تواناییشو که بهت دست بزنم. حالا دیگه خوددانی. شب بخیر. که تواناییش نداری همسایه خوب. تو یه مرد حق باز و خوش صفتی هستی. امیدوارم اوزن یه مرض مقاومتی داشته باشه و تو رو به روز سیاه بشونه. یعنی چه؟ تو سرت بخوره. یعنی چه؟ ای امان. میخوای یه بالش برات بیارم؟ نه. بارونی چطور؟ نه. میگم این چطوره؟ نه. میخوای یه لباس کلوف بیارم؟ لااقل گرمه. خفه شو همسایه، برو بگی بخواب. ممکنه سینه پهلو کنی. چطور یه ویتامین C بخوری؟ ببین خانم ریچاردسون، دیگه چیزی به صبح نمونده. میل داری کاری رو که اغلب بلژیکی یا نازیکای صبح انجام میدن انجام گمون نمی کنم. من یه جاکت برات میارم. متشکرم. میگن اگه اونو مالش بدی خوششانسی میاره. تو به این جور چیزا اعتقاد داری؟ البته که دارم. تو نداری؟ بیا مالشش نده.
سفارش شما مسیو؟ مدام 2 تا سوپ پیاز. مرسی. این تنها راه برای شروع روزه، به خصوص اگه آدم اصلا شب نخوابیده باشه. خیلی وقت تو بروکسل زندگی میکنی؟ زیاد اینجا اومدم. خیلی قشنگه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از یه شهر بزرگ اینقدر خوشم بیاد. چند وقت اینجا میمونی؟ من اومدم درباره بازار مشترک و منور ناتو یه مقاله تهیه کنم. روزنامه‌نگاری؟ تو چی؟ من دلال اسلحه هستم. چی هستی؟ اسلحه میفروشم. چطور این کارو میکنی؟ زیاد ساده نیست. رقابت سختی وجود داره. مردم دارن در سراسر دنیا از گشنگی میمیرن و تو داری فشنگ میفروشی. یه عده از مردم غذا میفروشن. من در مورد غذا خوردن مردم حرفی ندارم. پس اگه مردم غذا نخورن اسلحه هم نمیخرن. مرسی. هی سب کن. یه دقیقه صاحب میکنی؟ نه من یه فروشندم. تو مرد میفروشی. من حمایت میفروشم. چه انتظاری داری؟ تمام مردم دنیا بشینن و به هم عشق بورزن؟ آره. خیلی خوب، پس برگردیم و سوپ پیازمون رو بخوریم. من سوپ پیازی رو که از پول خونه آدمای بیگناه خریده شده نمیخوام. تاکسی! تاکسی! اجازه میفرمایید؟ خب کجا باید من بریم؟ میرم خونه. ولی در خونه که قفله. یک کلید از صابخونه میگیرم. فکر میکنی الان بیدار باشه؟ اگه نباشه خودم میرم بیدارش میکنم. خونش تو خیابان لوئیزه. خیابان لوئیس. مجبورم پول تاکسی رم از پول خونه مردم بیگناه بدم. میدونی که آره. خوب شد. لو چرا نمیتونیم هدفهای معمولی رو داشته باشیم؟ ولی اینا ایده اونه. باید مربوط بشه به فشنگا. دارم بهت میگم از این فاصله حتی با یه اتوماتیک هم نمیشه هیچ کدوم از اونا رو زد. فقط یک فشار مختصر لازم داره. هر گلوله این سلاح شامل یک دستگاه شرپله. امتحان کن ببین. براو مایکل. حالا منظورم رو فهمیدی؟ لو ما مجبور خواهیم بود که اینا رو جلوی جنرال استیتمن نمایش بدیم. میدونی که دیوید دایان تو رو آورد خونه؟ آره گفت میخواست قبل از اینکه بره یه سری به تو بزنه. اوکی اینطور. سلام. سلام. به شما سلام عرض میکنم. میخواستم راجع به امروز صبح معذرت بخوام. من خیلی خسته بودم. من از شوق تو واقعا متنفرم. ولی نمیبست بیادبی میکردم. اینم کرایه تاکسی که دادی. خیال دارم همین الان به دوستتون جنرال استیتمن تلفن کنم. تفنگ‌هایی رو که من میفروشم اون شلیک میکنه. تو با اون سوپ پیاز میخوری؟ اینجور بحثا زیاد فایده ای نداره. چطور سوپ پیاز رو فراموش کنیم؟ با شام فردا شب موافقین؟ پولشو قرض میکنم. دیوید باشه 500 تا. من نیستم.
500 شما، 500 هم روش. منم نیستم. پس من باید 1000 تا بدم ها؟ بدم. نه جونم، ما 1000 بده نیستیم. نه نمیدم. پس تو هم نیستی. باورم نمیشه. میتونی 500 رو بدی و ثابت کنی دروغ میگم. باشه دیدم. فول داری ها؟ فولش ها با 8. ما هم فولیم، منتها با 3 تا آس. فول آس. انگار باید تبدیلش کنیم به دلار ها؟ بله؟ بله دلار. دوست من دیسکانت لوار از آشنایی با شما خیلی خوشبختم آقای اسکات. متشکرم. میشون لو دویویر هستن. باشه. بقایون جنرال استیتمن. صبح بخیر جنرال عزیز. خب دوباره من تا حالا تفنگ اتوماتیک اینطوری ندیدم. تمام سربازای ناتو باید از اینا داشته باشن. کاملا درست میگی. ولی خب انجام این کار زیاد ساده نیست. اینترنتی اسکار استور. بیشتر وسایل امریکن آفشور پروسسز پولشو. مهم نیست که کی پولشو میده. در ناتو برای هر کاری باید رأی موافقه تمام اعضا رو به دست آورد. مثل اینی که بخوای چند تا اسب رو وادار کنی همزمان با هم غذای حاجت کنن. حتما شما میتونید توصیه کنین که نه، اگه یه آمریکایی چیزی رو پیشنهاد بکنه خود به خود همه مقاومت میکنن. ما که تا حالا نتونستیم وادارشون بکنیم. باید کاری بکنیم که دانمارکیا یا ایتالیایی‌ها اونو پیشنهاد بکنن. آره درسته، ایتالیایی‌ها. در حال حاضر کسی اختلافی با اونو نداره. خدا حافظ. میدونین که تا چند هفته دیگه تمام سربازا برای مانورای ناتو جمع میشن اینجا. تمام ژنرال هایی که سرشون به تنشون میارزه در همین اطراف هم. فندک ما کاری که باید بکنیم اینه که ژنرال های دانمارکی رو وادار کنیم یه سری به اینجا بزنن. متشکرم. و در خلالش ترتیبی بدن که این تفنگ‌ها نمایش داده بشن. ولی تو از جنرال استیتمن خوشت میاد یا به قول خودت هنری؟ من از جنرال ها به عنوان انسان بدم نمیاد. موضوع فقط کاریه که انجام میدن. جنرال های روسی چطور؟ چه فرقی میکنه؟ روسی، چینی، فرانسوی همشون مثل همه. اونا با تهدیدهای مشترکشون کار همدیگر رو رونق میدن و بعد وقتی جنگ بشه خودشون راحت میشینن و مردم عادی رو میفرستن به جبهه. بعضی چیزا ارزش جنگیدن رو دارن، حتی اگه آدم نظامی نباشه.
منو گیج نکن. من میدونم از چی متنفرم. اولی افسر ارتش و حالا یه دلال اسلحه. الو 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 بله جولیا، تونی حرف میزنه. تونی؟ او البته جنرال پروزی. دست بردار جنرال پروزی. نمیخواد رسمی باشی، بگو آنتونی. آزاد باش. به هر حال این تونیه که داره باهات. جنرال فقط این یونیفرمیه که میپوشن. خب البته تونی، سعی میکنم یادم بمونه. امیدوارم، چون من اینجا باید کلی تصمیم بگیرم. با وجودی که در حدود 75,000 سرباز قراره بیاد اینجا، تونی احساس کرد که باید به تو تلفن بزنی. عالی، افتخاری بوده برای جولیا. گوش کن، قرار فردا من ترتیب یک جلسه تیراندازی بدم توی مزرعه یکی از دوستانم. چند تا از جنرال های قسمت های دیگر هم دعوت میکنم برای مانور نظامی. آره، یک جلسه قبل از اینکه رقابت ها شروع بشن. من فکر کردم شاید دلت بخواد به عنوان مهمان من بیایی. مهمان مخصوص من. راستش خیلی میل دارم. لطف کردی به فکرم بودی. اصلا من غالبا به تو فکر میکنم. خیلی زیاد جولیا. اشکالی نداره من یه عکاسم همراهم بیارم. یه عکاس؟ از نظر مطبوعات. البته اگه کمکت میکنه باشه. تو خیلی نازی تونی. ببین، امشب برنامه شامم هست. ساعت 8 میام دنبالت. باشه؟ خداحافظ. چاو. Andiamo. Sì, signor. Siete preparati? Ils sont partis. On dirait que quelqu'un a fait un mauvais départ. C'est Hunter qui a fait un mauvais départ. Maintenant, pour la TV, pour la première fois, nous avons Jean-Pierre, Philippe, et dangereux, crois ça va. Oui, grave. Soit la سلام. سلام، جورش کردی؟ تمام شد، همونطوری که گفتی. رو کدوم شرط باسی؟ بافلو. من 18 تا پرتاب کن کرایه کردم. 9 تا پرنده قرمز به یه طرف پرتاب میشن، 9 تا به طرف دیگه. یه سال تموم که برنده نشده. 50-1. بهتر نیست امروز شروع کنیم. نه اونا فردا اول میرن جنگل. حدود ساعت 11 میرسن اونجا، بنابراین وقت زیاد داریم. میتونیم از نظر دور باشیم و آماده باشیم. وقتی میان شروع کنیم. این داره برنده میشه. یعنی تو به شانس من شک داشتی؟ فردا بیا خونه دنبالم. ساعت 9. باشه. Premier acte, numéro 6. Deuxième fort Philippe, numéro 1. Troisième dangereux, numéro 4. Quatrième Fletcher, numéro 5. La course de 30 a été retardée d'une demi-heure.
جادویی. نگاش کن. مثل ورسای میمونه، البته قبل از انقلاب. اشکالی بود که خود من پرنده رو زده بودم. بعدا متوجه شدم که کار خیلی اشتباهی کرده بودم. باید میذاشتم فلیپ اول تیراندازی میکرد. همه باید صبر کنن تا اون اول یکی بزنه. اوه مدام، خیلی خوشحال شدم که شما تونستیم تشریف بیارید. سلام مسیه. سلام تونی جان، کجا باید شن رو تحویل؟ همینجا، زیاد دور نیست. بفرمایید. مرسی. جوون منتظره که یه نفر بره نجاتش بده. اشکالی نداره اگه من برم این کارو بکنم؟ او کپ بیارش اینجا، ما تیراندازی فردا رو براش توضیح میدیم. این دخترها باید روحی ورزشکاری رو یاد دارن. میدونی من همیشه به خودم گفتم اگه قرار باشه یه روزی با یه مرد غریبه بیفتم تو لجن، ترجیح میدم با مردی مثل اون نیفتم. اگه داستانشو برات تعریف کنم مطمئنم که باورت نمیشه. من مطمئنم حق با تو، ولی خب بگو. من به سه تا از مامورای اطلاعات دستور داده بودم نزنن خبرنگارا بیانید. من برم به مستخدما یه خورده بتوپم. خبرنگارا گاهی حقیقت مطالب رو پیدا میکنن علیرغم تمام اون مامورا. ببینم چی رو میخواین مخفی نگه دارید؟ هیچ چیزو جولیا، ما فقط میخوایم به طور خصوصی دور هم جمع بشیم و نمیخوایم که خرابش کنیم. منم نمیخوام مجلس شما رو خراب بکنم، ولی بذاری یه چیزی رو بهت بگم هری. شما ژنرالا نمیذارین چیز پیش پا افتاده ای مثل صلح نحوه زندگیتون رو تغییر بده. متشکرم. اونا یه برنامه هایی دارن، حتما باید کروزی رو ببینم. تو همه اینجا باش. دنبالم بیا. بعضی‌ها همیشه دنبال خبر و شایعه هستن. کی میتونست فکر کنه که زن خوشگلی مثل تو هم جزو اونا باشی؟ من یه زن معمولیم، ولی مثل هزاران نفر دیگه که در موردشون چیز می‌نویسم منم به مردای خارق‌العاده علاقه‌مندم. آره درسته. فردا من یک چیز مهمی رو به تمام اعضای ناتو عرضه خواهم کرد. تو؟ یک طرح ایتالیایی. ببین، یک معجزه در صنعت. برای قبولیش تمام کشورها باید موافقت کنن. البته بعد از نمایشی که برای فردا ترتیب دادن. شک ندارم که همه متفقاً موافقت خواهند کرد. شما چی میگین؟ ارادت. مایکل کجا هست؟ فکر میکنم فراریه، ولی من همینجا میمونم و منتظرش میشم. حالا سلام. امروز زود بیدار شدیم. آها، امروز خیلی کار دارم. منم همینطور، امروز باید برگردم مدرسه. آها، مادرت بیدار شده؟ فکر میکنم اون با یه عده ژنرال رفته به یه برنامه تیراندازی. کجا رفته؟ تیراندازی، میتونیم تیراندازی به پرنده های ژنرال ایتالیایی ازش خواست بره. هی! گمان نمی کنم با مایکل عروسی کنم. عروسی؟ مایکل ازت تقاضا کرده باهاش عروسی کنی؟ نه، ولی این چه ربطی به موضوع داره؟ میدونی چه جور ازدواجی میشه؟ من مصلحتی. لئو بیا، باید از اینجا بریم. ببین مایکل، اون فقط اومده بود به هم بگه با تو ازدواج نمیکنه. ازدواج با کی؟ سلام جولیا، صوفی. حالا دیدی اون حتی منو نمیشناسه. یا دیگه، ما زودتر از اینجا بریم. زود باش، بریم. بیا.
حالا منظورم فهمیدی؟ ویسکونتی همیشه به من میگفت تیراندازیت رو دست نداره. منم تیراندازیم خوبه. عالی. در این صورت میتونی کمک من باشی. خبر نداشتم که جولیان برای تیراندازی میاد. دلیلی نداره که نره، اون تیرانداز ماهریه. بایدم باشه، بیشتر صلح دوسته هستن. همونطور که میدونی بهترین افسر خود دنی جورج به اون یاد داده. آره. هی عزیزم، 2 تا از اون خوباشم بیار خونه. خواهش میکنم تندتر برو. اون چی کار میتونه بکنه؟ نمیدونم، فقط میدونم که از ژنرالا متنفره و حتی وقتی هم که سعی نمیکنه میتونه یه دردسر بزرگ درست بکنه. تو مطمئنی؟ گفتم تو کاملا مطمئنی؟ آره مطمئنم. حالا میشه تندتر بری؟ Allora battaglione, ricordatevi, è nemico e blu siamo noi. دوتا اونه دوه. مهی که داره میاد کار را خراب میکنن. آره خیلی حیف شد. اون مال من. میزن. همتون فهمیدین ما قرمزیم. هی سرچو خکوش کن. ایتالیایی با افراد شما شروع کردن به جنگیدن. اونا اون طرفن. میفهمین چی میگن؟ ایتالیایی اونجان. بیای یالا دیگه. افراد پیش. همتون مدلی. Ragazzi, gli inglesi stanno cominciando a combattere contro i nostri. با شما هستم دوست عزیز. این درستیست که اینطور تیراندازی بکنید. تو پرنده مرا زدی. من پرنده خودم زدم. تو پرنده مرا زدی. خیلی ممنون میشم سر تفنگا آن طرف بگیری. من پرنده خودم زدم. نه نزدی. کفی گناه نشد. تصادفاً من معنیش رو میدانم. معلوم از حرفایی که زدی مربوط به مادرت میشوند. انگلیسی ها شما همیشه میخواین به همه دستور بدید. شما ایتالیایی ها برای هیچ کس احترام قائل نیستید. حتی اگر بتوانید هوا رو هم میدوستید. دوستی انگلیسی دیوانه. فکر میکنی حالا قرن 19 آره؟ یاد میکشید هوار میزنید و قانون وضع میکنید. هیچ معلومه چی کار داریم میکنین؟ عبرتش قربان مثل این که قربان ما یک کمی گم شدیم. قربان گم شدین؟ بله قربان، به خاطر صدای تیر شنیدیم و فکر کردیم
انگلیسی ها تو مه گم شدن. اصلا باورتون میشه؟ تو مه گم شدن مسخره ها. انگلیسی ها خیلی هم عاقلن. این شما ایتالیایی هستی که مسخره اید. های دیوانه. Scusa signor, جنرال متاسفم خب ما صدای تیر شنیدیم اون دادیم. چی داره میگه؟ Abbiamo sentito spari di artiglieria. Ma che artiglieria? Erano colpi di fucile. ممکنه فوراً از اینجا بریم بیرون؟ اینجا صحرا نیست، اینجا یک بیت شخصیه. اینو برش گردون و از اینجا ببرش. بله قربان. و تو هم دنبال تاک برا. سی سینیور. Compagnia, dietro front! Avanti! اگه تا 5 دقیقه دیگه از اینجا خارج نشین سگا رو میفرستم سراغتون. عالی بود، عالی بود. یه عکاس اینجاست. جلوی اون عکاس رو بگیرین، آب ریزی میشه. خیلی خوب، وایسا دیگه. خیلی دور شدیم. چطوری این کاری کردی؟ رفتم خبر دادم که توی مه ایتالیایی‌ها دارن با انگلیسی‌ها می‌جنگن. چی کار کردی؟ وقتی رسیدن به هم فهمیدن که این خبر حقیقت نداشته. عجب چیزایی. چرا مگه بد کاری کردن؟ حالا این دفعه دیگه خیلی بستن راه شد. باید برگردم به ستاد و ندارم خبر این کار به روزنامه ها درس کنه. اولین حرومزاده‌ای رو که با خبرنگارا حرف بزنه خودم میکشم. ما رو گم کردیم. خواستم ببینم امکان داره کمک کنین. ما از کمک لازم نیست. ببخشید. انگلیسی های لعنت. اگر به کادر امریکایی های لعنتی نبود انگلیسی ها باشن بهتر بود. چه؟ چی عوض کرده؟ من کجا عوض کردن؟ لعنت بود. گابریالا ما مجبوری ماشین بذاریم اینجا با اون ماشین بریم. سوارشیم باید فوراً برگردیم بروکسل. بیا سوار شو. زود باش. سوار شو میر شد. تیراندازی کردن؟ بزنم کافشم. کجا داری میری؟ سب کن منم بیا. خدای من روزنامه ها چه افتضاحی به بر میارن. چه خواهد بود؟ حرکت کن. Nella fogna dovete finire, non nell'acqua. Ma siete ricoglioniti tutti quanti, come quegli inglesi che hanno rovinato tutto. Adesso il fucile ve lo potete mettere in quel posto. معنی حرفاش چی بود؟ جمع میکنم میگفت انگلیسی های لعنتی همه کارا رو خراب کردن. بریم تا نزدم. پاچه منو چرا میگیری مسخره؟ خانم جولیا ریچاردسون، همسایه من. کار خودشو کرد. دشمن.
بفرمایین ژنرال. قربان، هرالد تریبیون، تایمز لندن و واشنگتن پست. ژنرال آمریکایی پرنده شکار کرد. جنگ ژنرال ها به خاطر پرنده. چه کرد؟ اگه مردم اسلحه نمیفروختن احتیاجی به این کارا نبود. بله. تویی؟ از واشنگتن دستور اومده به آتشی که روشن شده بیشتر دامن بزنم و منو تو حرارتش بسوزونی، درسته؟ کی؟ من نیستم که نابود کنندم. کاری که تو میکنی نابود کننده است. من فقط دارم به کار خودم مشغول بود. چرت نگو. کی بود که منو با آپارتمانش دعوت کرد؟ میخوام اون ماجرا رو فراموش کنم. از اون گذشته من خیال دارم فروش اسلحه رو کنار بذارم. میدونم که خیال داری فرهنگ قبل رو به خریداران جوامع سرطانشون عرضه کنی. کلوبای قمار، راه بندون، پیست مسابقات. حتما یه مقدار از کار تو به پسر منم سرایت میکنه وقتی داری روی چمنا میتوی. اجازه بدید. مواظب باش. اون یه برندی مخصوص قدیمیه. ممکنه وقتی در آپارتمان از تو قفل بشه بهش احتیاج پیدا کنه. متشکرم. ممکنه اون گوشی رو از تو گوشت در بیاری تا بفهمی چی دارم میگم. اگه بخوای دور بر من بپلکی این کار باید برای همیشه کنار بذاری. فهمیدی؟ نوکرتم هستم. رسانه اینترنتی اسکار استور با افتخار